خوشگلای من به بله، کلاس بله. خوش اومدین. خیلی ممنون متشکرم. بچه‌ها امروز قراره یه کار جالب کنیم. چی کاری؟ قراره با این روبان بدم به عجی جون که داداشش مجی و از وسط نصف. چی؟ نه با روبان با این یعنی چی؟ مثلا قرار بده جلوش حالا صاف کش اینوری ببینم چی جوری باش. میتونی کاری کنی که دو طرفش مثل هم باشه. میتونم. خب. بلدیم. آره خب بفرمایید این خدمت بله، شما. بله من نگاهتون میکنم انجام بدیم. خانم الان درست شد؟ نه خف الان گردنتون الان خوبه الان دیگه. به نظر از اینجا نصف بشی. نه دیگه ببین این کله است میشه این نه نمیشه نمیشه. دوباره بچه چیکار کردی؟ نصف شد. الان به من بگو مجی بیا الان جلو. درسته؟ الان به شکمت زد دلوشو آه به نظرت اینجا که سره اینجام سره نه اینجا سر ندارم که اینجا دوتا دست داری اینجام دوتا دست داری نه نصف مساوی باید آره دیگه خانم این نمیشه قبلا با هم قبلا بکنم یاد گرفت دیگه فهمیدم دیگه مثل دفعه قبلی که شکلا رو نصف کردیم آره، دو دیگه قسمت فهمیدم. مساوی حالا باشه. انجام بده ببینم چیکار شد دیگه الان شد دیگه اینه آره دیگه یه گوش هم این بره یه گوش هم این بره بچه به نظر شما الان مجید درست از وسط نصف شد آره دیگه مگه نصف نشدم الان اینجا دهنت کجاست همه این طرف اون ور نداری بیا پایین نه ببینم چی کار کرد درست شد. آفرین به شما درست شد. بله حالا بچه ها نگاه کنی حتی موهاش هم نصفه یه چشم ابرو این طرف یه چشم ابرو این طرف نصف این طرف نصف این طرف یه دست اینجا یه دست اینجا آفرین الان مجیه ما به دو قسمت مساوی بله باریکلا آفرین بچه پس دیدین ما چی جوری مجی رو به دو قسمت تقسیم کردیم بله خب مجی حالا روبانا رو بردار کمکش رو آفرین برداشتم خب حالا بچه ها یادتونه ما قبلا هم یه سری وسایل ها رو از وسط نصف کرده بودیم به دو قسمت مساوی تقسیم کردیم الان بچه ها این خط دهن نزن آلوده است بچه ها خطی که مجی رو به دو قسمت مساوی تقسیم کرد بهش میگفتیم خط تقارن پس چی بود؟ شکل ما رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکرد نه اینکه یه چشم و ابرو داشته باشیم میخوام ببینم دیگه میتونم کجاها رو تقارن کنم خب الان نمیخواد جایی رو تقارن کنی بیا بالا ادامه بدی الان میام من بزنم ببینم چجوریه